سلام، ظهر جمعتون بخیر. اول بفرمایید چای آتیشی. الان آبش جوش اومده ولی هنوز چایشو نریختیم. دوم این که خیلی جاتون سبز، داریم گردو داخل آتیش کباب میکنیم، گردو کبابی. خیلی مغزش خوشمزه میشه، یه حالت کبابی به خودش برمیداره و جاتون خیلی خالیه. امیدوارم شما یه جمعه خوبی رو شروع کرده باشید و ازش لذت ببرید. خب بریم ببینیم داخل گردو چطوری شد. فکر کنم یکم حالت نرمال زیادتر شده، خیلی هم داغه. این مغزش شکلی میشه، یعنی دقیقا کباب میشه. یکیشه، اینم دومیشه. اینم مغزش و تقدیم به شما خوبان از راه دور. خیلی جاتون سبزه. ممنون. خداحافظ.